سلام دوستان، یک شاتی دید اومدم با اولین بتل از تاپ لیدر بالاخره اون سیت بتلش تموم کردم و این اولین بتلشه که مال تو بخش چیزه مال بتل دو هستش و این اولین بتل هستش که من رفتم. امیدوارم که از این شورتی خوشتون بیاد. لایک و کامنت حساب نکنید. و مرسی از حمایتاتون که تو این مدت زمانی کوتاه خیلی ازم حمایت کردید که تو این بازی امتحانات هستن که کم داستان مشکلات امتحانات بازم سعی می‌کنم که بازم اون ویدیو روزانه شورتی ها سر جاش باشه. اینجا فقط یک مشکلی دیگه بود من، با وجود اینکه مثلا کارت کوبر لول بودن کمتر به نسبت به حریف اون همه تقریبا لول 15 بودن، من لول 13 و 14 اینا داشتم. آنچه اختلاف نباشه ولی بازم یکم نسبتا زیاد میشه. البته بودم خیلی رد فهم کردم. اینجا یکی که جالب دیدم فلای ماشین رو با ترکیب می‌کنه، دارن خیلی جالب بود. تشکیل دیدم واقعا فلای ماشین رو معلومه که سرباز فقط می‌بینی. اینجا هم به جور داشتش، جان داشت گیم می‌کردش. می‌ذارن نام رو کردیم ماشین. یکم سرعت رو سریع‌تر کنم. اینجا دیگه با مان پوزون داشتم منم دمیج داد. منم با این تکلیف یه دوشه گفتم بیت لاگ. اینجا خیلی راحت دوباره که جمع شدش. این حمله من داشتیم دمیج می‌دادیم. بعد این وسط تقریبا این بخش اینترنت من قطع شدش. تقریبا اگر بخوام بگم آره این اینترنت قطع شدش. من سریعا وقتی اومدم دیگه اسم دادم. مثلا اینکه این حمله رو جمع کنم. اونم دمیج رو افتاد. یه خوبی که داشتیم واسه بگم، ما هم اینترنت کاور داشتیم هم اینترنت داد. یکی از ویدیوهایی که تیمش داشت. اونم چیز برقرار کنه داشتم، مثلا بتونم دیفا کنم. من اینجا خیلی راحت دیفا شد. اینجا باید ادامه دیفا فقط بدیم ولی مثلا میگم اینا اگرشون دمیج میدن دیگه هفتش میشه.